ما میدونیم بالاخره یک روزی این زمینی که ما روش زندگی میکنیم نابود میشه. توی این ویدیو به 10 مورد اشاره کردم که میتونه باعث نابودی زمین بشه. اگه به همچین محتوای علاقه دارین تا آخر ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندین. اولین دلیلی که میتونه زمین رو نابود کنه و خیلی هم الان بحثشه جنگ هسته‌ایه. جنگ هسته‌ای میتونه به دلیل استفاده از سلاح‌های هسته‌ای میان کشورهای دارای این سلاح آغاز شود. این جنگ‌ها میتواند تأثیرات ویرانگری داشته باشد، از جمله انفجارهای هسته‌ای. این انفجارها میتواند به کشته شدن میلیون‌ها نفر در آن واحد منجر شود و ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری را به کلی نابود کند. تشعشعات رادیواکتیوی. تشعشعات رادیواکتیوی پس از انفجار می توانند به بیماری‌های مرگبار مانند سرطان و آسیب‌های ژنتیکی منجر شود. زمستان هسته‌ای. ذرات معلق در هوا می توانند نور خورشید را مسدود کرده و به کاهش دمای جهان منجر شوند که به نوبه خود می تواند به نابودی محصولات زراعی و گرسنگی گسترده منجر شود. 2. تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای می تواند تأثیرات گسترده‌ای داشته باشد، از جمله افزایش دما. افزایش دما می تواند به ذوب شدن یخ‌های قطبی و افزایش سطح آب‌های دریاها منجر شود که باعث غرق شدن مناطق ساحلی و جزایر می شود. تغییرات در الگوهای آب و هوایی. این تغییرات می توانند به خشکسالی، سیلاب‌ها و طوفان‌های شدید منجر شود. تنوع زیستی. تغییرات اقلیمی می تواند زیستگاه‌های طبیعی را نابود کرده و گونه‌های مختلف را به انقراض بکشاند. سومین دلیل بیماری‌های همه‌گیره که تو همین چند سال پیش هم ما درگیر یکی از همین بیماری‌ها بودیم. بیماری‌های همه‌گیر می توانند به سرعت در سراسر جهان گسترش یابند و جان میلیون‌ها نفر را بگیرند. نمونه‌های از این بیماری‌های همه‌گیر عبارتند از آنفولانزای اسپانیایی در سال 1918 و 1919 که جان حدود 50 میلیون نفر را گرفت. پاندمی کووید 19. ویروس کرونا از سال 2019 تا کنون جان میلیون‌ها نفر را گرفته و به تعطیلی اقتصادی و اجتماعی منجر شده است. دلیل چهارم، برخورد سیارک‌ها. برخورد یک سیارک بزرگ با زمین می تواند تأثیرات ویرانگری داشته باشد، مانند انقراض گونه‌ها. نمونه از این برخوردها به انقراض دایناسورها در حدود 65 میلیون سال پیش منجر شد. تغییرات آب و هوایی. برخورد سیارک‌ها می تواند ذرات معلق را به هوا بفرستد و نور خورشید را مسدود کند که به کاهش دمای زمین و نابودی محصولات زراعی منجر می شود. 5. فوران‌های آتشفشانی عظیم. فوران‌های آتشفشانی عظیم می تواند به تغییرات گسترده‌ای در محیط زیست منجر شود، مانند ابرهای خاکستری. این ابرها می توانند نور خورشید را مسدود کرده و به کاهش دمای جهانی منجر شود. گازهای سمی. گازهای مانند دی اکسید گوگرد می تواند به بارانهای اسیدی و تغییرات در ترکیب شیمیایی اتمسفر منجر شود. 6. هوش مصنوعی بی‌نظارت. توسعه هوش مصنوعی قدرتمند بدون کنترل مناسب می تواند به تهدیدات جدید و غیرقابل پیشبینی منجر شود، مانند خطرات اقتصادی. هوش مصنوعی ممکن است به بیکاری گسترده و نابرابری‌های اقتصادی منجر شود. خطرات امنیتی. هوش مصنوعی می تواند به ایجاد سلاح‌های خودکار و تصمیم‌گیری‌های نادرست منجر شود که امنیت جهانی را تهدید می کند. مورد هفتم، نابودی زیست محیطی. تخریب زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های انسانی می تواند به نابودی گونه‌ها و کاهش تنوع زیستی منجر شود. جنگل زدایی
قطع درختان به نابودی زیستگاه‌های حیوانات و تغییرات در آب و هوا منجر می شود. آلودگی آب و هوا می تواند به نابودی منابع آبی و هوای پاک و ایجاد بیماری‌های مختلف منجر شود. 8. سلاح‌های بیولوژیکی. توسعه و استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی می تواند به انتشار بیماری‌های مرگباری منجر شود. انتشار کنترل نشده بیماری‌های ناشی از سلاح‌های بیولوژیکی ممکن است به سرعت در سراسر جهان گسترش یابند و کنترل آنها دشوار باشد و اثرات بلند مدت دارد. حتی پس از پایان انتشار بیماری، اثرات بلند مدت بر سلامت انسان‌ها و محیط زیست باقی می‌ماند. مورد نهم، سیستم‌های خورشیدی بی‌ثبات. تغییرات یا ناهنجاری‌های عمده در خورشید می‌تواند به تشعشعات مضر و اختلالات گسترده منجر شود. انفجارهای خورشیدی. این انفجارها می‌تواند به تخریب سیستم‌های الکترونیکی و مخابراتی و ایجاد اختلالات در شبکه‌های برق منجر شود. اشعه‌های کیهانی. اشعه‌های مضر خورشیدی می‌تواند به آسیب‌های ژنتیکی و افزایش نرخ سرطان منجر شود. مورد دهم، سقوط تمدن‌ها. سقوط تمدن‌های بزرگ به دلایل مختلف می‌تواند به بی‌نظمی گسترده و کاهش قابل توجه کیفیت زندگی منجر شود. جنگ‌های داخلی و نزاع‌های مسلحانه می‌تواند به نابودی زیرساخت‌ها و تلفات انسانی گسترده منجر شود. فروپاشی اقتصادی می‌تواند به بیکاری گسترده، فقر و کمبود منابع منجر شود. کاهش منابع طبیعی مانند آب و غذا و انرژی می‌تواند به نزاع‌ها و جنگ‌ها بر سر منابع منجر شود. هر یک از این تهدیدات نیازمند مدیریت و آمادگی مناسب است تا خطرات احتمالی کاهش یابد و پایداری زندگی بر روی زمین حفظ شود. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. با لایک و سابسکرایب کردن چنل به من انرژی بدین و هر ایده و نظری که دارین توی کامنت ها به من بگین. توی ویدیو بعد میبینمتون. خدا نگهدار.